صلی الله علیه وسلم در راه گفتم که خدای تعالی همین ثواب را ادا میکند برای کسی که افطار کناند روزداری را به یک جرعه شیر یا که به یک خرما یا به شربتی من الماء یک نوشانیدن آب. من خفف عن مملوکی کان مغفرة لذنوبه و عتق رقبة من النار. کسی که در این ماه از مملوک خود کار و عمل را سبک بگرداند مغفرت گناه ها می شود و بخشیدن گناه ها می شود و آزادی گردنی می شود از دوزخ. البته همین ماه مبارک ماه رمضان است که خدای تعالی برای ما روزه داشتن او را فرض گردانده است.